خب سلام درود دوستان، خسته نباشید، شبتون بخیر. تو این ویدیو قرار این موتور در داغون رو که میبینید استریتش کنیم و از این حالت درش بیاریم. برای ادامه همراه ما باشید تا پارت های بعد رو ببینید. با تشکر، ممنونم از شما. خب دوستان، تو این قسمت موتور رو کلا تیکش کردیم، همه قطعاتش رو آوردیم رو زمین تا شاسی بره برای آستر و رنگ جدید. خب دوستان سلام، همینطور که میبینید این موتور 5 دنده استارتی رو قرار ما انجینش رو تعویض کنیم با یه 4 دنده بدون استارت. این تقویت شده، دارای کورس شاتون کوتاه، پیستون تقویت شده، تکتازی، بیلنگ تکتازی و خیلی عالیه. قرار بره رو این برای آب بندی تا وقتی که این جنازه جمع بشه همش رو زمینه، اون آب بنده میشه، بعدش میره سوار میشه رو همین که بازسازی شده است. در ادامه همراه ما باشید تا ببینید. دوستان ابتدا باید این انجین باز بشه، 4 تا پیچ باز بشه. خب بعد این 2 تا پیچ، 1 و 2 پایین هم هست، بعد پدال اونا که این لیور دنده رو این سوار شه واسه تریزنده. ولی این مشکل این که داریم، ما شب کاریم کلا. خب برای پارت بعدی همراه ما باشید، ما رو صاف کنید. الان بگی سریع تکون بده. خب انجین افتاد، بیا پایین. خب این بچه این تیکش رو بعد فیتو رو قطع میکنیم چون باید 2 نفره زور بزنیم. خب انجین جدا شد، بریم برای نصب انجین 4 دنده تقویت. برای نظرتون تا بسپید این چقدر بچه ها؟ توی کامنت ها بهم بگید. دوستان انجین تعویض شد، انجین بدون استارت مشاهده میکنید. حال اتمام ادامه شو پارت بعد همراه ما باشید.